حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم آن در وقتی که در نماز می آمد در حرم شریف سیاسری بود، زنی بود که در آنجا قذرات و گندگی ها را بر بالای جسم مطهر و منور نبی اکرم علیه السلام می انداخت. اما روزی از روزها نمی اندازه. رسول اکرم علیه السلام مبارک وقتی که تیر میشه نمی اندازه، نماز را میخوانه باز میگرده، باز نمی اندازه، دروازه را دقلبات میکنه که این کجا هسته؟ اینقدر روزها قذرات را نجاست را سر من میانده اما امروز موجود نیست. وقتی که داخل میشود روزان مریض است. رحمت للعالمین پیغمبر را میبینه که در ماههای متمادی من بر بالای پیغمبر خدا گندگی را می انداختم، یک روز نه انداختم، الان آمد خبرگیرای و مرا پرسان میکند. فورا کلمه میخوانه میگه یا رسول